سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروزم با تحلیل طلا در خدمتتون هستم. با توجه به تحلیلی که دیروز انجام دادم و این خط روندی که کشیدم و گفتم اگر بشکنه و سطح 2317 دلار از دست بره، در صورت پول بک ما میتونیم وارد پوزیشن سل بشیم و الان فعلا روی ناحیه 2313 14 دلار داره رنج میزنه که انتظار من اینه که تا اولین سطحش 2306 دلار حداقل پایین بیاد و میتونه قیمت‌های پایین‌تر 2300 دلار و حتی تا 2296 دلار رو برای امروز ببینه. ولی اگر این تحلیل فیل بشه و دوباره مجددا روندش صعودی بشه که من بعید میدونم، تا مقاومت 2225 دلار طلا میتونه بالا بیاد. دقیقا همین نقطه‌ای که من براش رسم میکنم. تا این ناحیه میتونه دوباره بالا بیاد. امیدوارم که از تحلیل استفاده بکنید و همیشه موفق و پرسود باشین. تا فردا، خدا نگهدار.